به نام خداوند جان و خیرت، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی و رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. زینان و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده گوهر است. صفات و سلام بر خدای مهربان که برای ما هر یک عضو ما را آفرید، چشم، گوش و بینی و زبان. و خداوند را شکر و صفات میگوییم که در برابر هر یک این حالت آفرید باز برای آن خواب مهیا کرد تا آنها استراحت کنند. و در برابر استراحت کردن باز انسان به چی چیز نایل میگردد؟ به چی؟ یعنی چشم در خواب چطور میداند؟ هر یکی آنها باز معلوماتی هم دارند. در گذشته کسی که گوش کرده است تشکر، کسی که گوش نکرده است بیند از موی سر تا گردن آمدیم و امروز از گردن پایان تا ناخن پا خوابها را تعبیر می نماییم انشاءالله. آغاز میکنیم از پوستی بدن. اگر کسی ببیند پوست مردم را تراشید مال و برکت می‌یابد و اگر کسی ببیند پوست تنش کنده شده و افتاده است رازش فاش و مالش تلف می‌شود و اگر ببیند پوستش کبود یا سیاه شده است به هم و اندوه گرفتار می‌شود و اگر ببیند پوست پایش روشن و شفاف است کارش درست می‌شود و بالا می‌گیرد. اگر ببیند با کار دست خود را برید عاشق می‌شود. اگر ببیند با یک دست دیگری خود را جدا می‌کرد در کار و کسب خود برآورده انصافی می‌کند. اگر ببیند کف‌های دستش را به هم می‌زند میان او و شخص دیگر اتصال و پیوند یا متعب و ازدواج واقع می‌شود. و اگر ببیند در شهر او کسی را آوردن و دستش را بریده‌اند و شخص دیگری را دار زدن امر آن شهر محضور می شود و فردی دیگری به جای او می نشیند. اگر ببیند دستی او شل شده است برادر یا شریک او را دستگیر و بازداشت می کنند و به کارهایش لطمه وارد می شود. اگر ببیند مثل چهارپایان با چهار دست راه می رود و در این حال بارانه حرکت می کرد و رویش طرف آسمان بود دلیل بر آن است که دنبال مطلبی مشکل و دشواری و منزل خود می‌رسد. اگر ببیند هر دو دستش می‌لرزید در کسب خود عاجز و درمانده می‌شود. اگر ببیند دستش مادرساز خوشبختانه است از صدقه دادن و کار خیر عاجز می‌شود و باز می‌ایستد. دل در خواب مالی جمع شده است که با او می‌رسد یا صاحب آن می‌شود و اگر ببیند دلش بیرون از بدن او دلیل بر صلاح و سلامتی همین او است. ران در خواب دلیل بر نیرومندی و قوت بیننده خواب است و بستگان اوست. اگر ببیند رانی او شکست یا افتاد از بستگان خود جدا و به ضعف بدنی دچار می شود و در غربت هلاک می گردد. اگر ببیند رانی کسی را برید یا انداخت تعبیرش برای آن شخص همین است که پخته شده. روده اگر کسی در خواب ببیند روده های پدر است یا کسی با او داد با او خود از بستگانش با او خیر و منفیت میرسند و نیز ممکن است که بستگانش با واسطه او به شرف و سعادت نائل بشوند. و اگر ببیند روده هایش از درون شکم پیدا شد فرزندی از بستگانش برای یاست و میخری میرسد. اگر ببیند روده کسی را میخورد به قبل آن از انواع پنهان کرده کسی به دست میآورد. زانو در خواب دلیل بر معیشت بیننده خواب است. اگر ببیند زانویش شکسته است کارش کساد و بی‌رونق می‌شود و اگر ببیند زانویش بزرگ و نیرومند است کسب و کارش خوب و روبراه می‌شود و زندگیش رفاه و کوشش پیدا می‌کند.
اگر ببیند با زانو راه میرفت خود و معاشی ضعیف و محدود میگردد و اگر ببیند کاسه زانویش شکسته است کارش خراب میشود و محتاج مردم میگردد. اگر ببیند کاسه زانوی افتاد سرمایه و دارایی خود را از دست میدهد. سینه در خواب دلیل بشریت و دیانت است. اگر کسی در خواب ببیند که سینه او وسیع و فراخ شد عمرش رو براه می شود. اگر ببیند سینه اش تنگ شد بدین لطمه وارد می شود. اگر ببیند روی سینه او با خط سبز نوشته شده است خدای متعال به او احسان و عنایت می فرماید. اگر ببیند خط سیاه نوشته شده بدون شهادت از دنیا می رود. شکم در خواب دلیل بر فرزندان است. معده اگر کسی در خواب ببیند معده‌اش سالید و به اذیت است عمرش طولانی می باشد. اگر برعکس این ببیند عمرش کوتاه است. مقعد دیدن مقعد در خواب دلیل بر شغل و کار است. اگر ببیند مقعدش بیرون آمده کارش خراب می شود. اگر ببیند از مقعدش امید چکید زیان می‌بیند. اگر ببیند کرم یا تیکه گوش بیرون آمد فرزندش میمیرد. اگر ببیند مقعدش زخم است به جهت مال دچار غم و اندوه می‌گردد. پای اگر شخص صابر و درستکار در خواب ببیند پایش شل شده است بر فزونی دیانت او دلالت دارد. ناخن در خواب نشانه غالبیت بر دشمن است. قیچی کردن ناخن در خواب رعایت نمودن سنت ها است. باز میگویند که در خواب ناخن خود را دیدن معنای امکانیت های خود را درست بهاداری کردن را دارد. اگر ناخن در خواب شکند نشانه هلاکت است. ناخن سفید در خواب به خاطر خوبی انسان اشاره میکند. نداشتن ناخن در خواب از مفلس شوی دلالت میدهد. اگر اندازه ناخن در خواب با اندازه اصلی آن در بیداری برابر باشد این خواب معنای آن را دارد که شخص چنین خواب دیده در دین و زندگی صمیمی و خداترس است. زنی که در خوابش ناخن رنگ میکند شوهرش با او معامله خوب دارد. ناخنهای دراز و زیبا در خواب نشانه پرگری و سر و لباسی زیاد است. اگر نفری با ناخنی از حد دراز خواب ببینید این خواب معنی کننده آن است که آن نفر کاری آغاز نموده را به نیروی زیاد ویران ساخته میتواند. کف دست در خواب قوه مرد است. کف گشاده دست معنی کننده آن است که نشون نعمت‌های دنیایی و زندگی پرنشاط نصیب مرد چنین خواب دیده می‌گردد. کتف در خواب به معنای زن است. ضرر یا فایده که در خواب به کتف میرسد در بیداری به زن تعلق دارد. در بعضی حالتها کتف در خواب به معنای برادر، دوست یا همکار تعبیر میگردد. همزمان کتف به سیاحت اشاره میکند. با قابلیت‌های خوب کاری داشتن انسان را بازگو است. کتفان خود را بیمار خواب دیدن نشانه بیماری و مرگ برادر است. نفری که در خوابش کوششی به حرفهای چشم دیدنی کتف خود را میکند نور یک چشمش از دست میرود. این بود یک چند اعضای انسان که ما تعبیر نمودیم. برادران، خواهران و هر کسی که در این نوار خود را حس کرد و دید و شنوید اگر خواب میبینید که در اینجا نیست در کامنتر یا با ما بنویسید انشاءالله جوابتون را میگیرید. باقی سربلند و پیروز